امینا چیکار میکنی؟ امینا من اجازه نمیدیم که به خونه این زن روی. امینا جان من تو رو زود زود به نزد اکا میورم جانم. نمیخوام اکا استدیده شده نمیخوام. تو زیخ نشو. من تو رو تنها نمیگذارم. گریه نکن. بیا زیخ نشو. زیخ نشو. امینا شد کنی به من نگاه. چرا زود زود به خبرگیریش میورم. زیخ نشو ماتش. بیا کنی دستت رو ده. با کجا؟ با جستجوی خواهرم میروم. او را از کجا میابی؟ دیوانه شده ای؟ اخیر من به او وعده دادم که او را مییابم. خیر اگر یابه چیکار میکنه؟ در کوچه زندگی میکنه؟ اگر لازم آید در کوچه هم زندگی میکنه. مهمش یک جویه باشه. یاسین به عقلی نکن. با من کمک کن. پول داری؟ چی علاج؟ از اگونجا مییابم. خیمه رفتم. ایست. وای این رو بگیر. آخر این ساعت پدرت است. هیچ کم نه بگیر. یگان روز قرضم رو برمیگردونم. خوب نیستیم؟ با کجا نگاه میکنی؟ با هیچ کجا؟ یاسین ای نگورید. یاسین ایست نگورید. او را دارید. یاسین پدر جان التماس بیدار شوه. خیزه پدر جان اخیر امینه رو بردن. خیزه اخیر پدر جان یک زن آمده خواهرم رو برد. التماس بیدار شوه. اخیر من حالا خوردم خواهرم رو به من نمیدید. اخیر شما به ما وعده داده بودید که ما رو تنها نمیگذارید. اخیر دروغ گفتید پدر. شما به ما دروغ گفتید. چرا دروغ گفتید پدر؟ چرا دروغ گفتید؟ گپ زدید. جواب دید پدر. چرا؟ تو به این
اینجا چی درآمده؟ خیلی زود برو سرگیر پدرم رو بیدار کنم. پدر من غیر تو هیچ کس ندارم. پدر خیزت برو میشونم پدر. باهوش آمد. فریده از بین 5 سال دراز گذشت. وقت چون باد آیله‌ام را به هر طرف پریشان نموده بود. فریده با غم‌های به سرش آمده طاقت نکرده از همه قهر کرده است، حتی از خودش هم. تمام درهای دنیایی را برای خودش بست. فریده من آمدم. منم شرف. همسرم. فریده مرا نشناختی؟ فریده اکنون یگانه آرزوی من سرجم نمودن تمام اهل عائله من. مادرم خودش تنها در خانه ویرانه زندگی می‌کرده است. آن روزی وزنین به دل مادرم زخمی جانکاهی گذاشته بود. از دیدن من حتی خرسند هم نشد.
زیرا یگان خبر خوب را به من رسانده نمیتوانست. اکنون امیر و پدرم در قید حیات نبودند. خواهش یاسین اجرا شد. من بیدار شدم. اما اکنون دیر شده بود. یاسین بعد از یتیمخانه گریختنش دیگر به آنجا برنگشته در کوچه و بازارها سرسام و سرگردان میگشت و بعد با بچه های بی آداب همراه شده پسی پنجره افتاده است. از بین ما تنها احوال امینه خوب بود. صد شکر که دخترم در نزد زنی بود که او را با مهر مادری به وای رساند. خانم افسون امینه را دخترخوانده خود کرده است. از این رو امینه را از دست آن زن گرفته نتوانستم. خانم افسون برای زندگی نو را آغاز کردنم به من نیز دستی های دراز نمود. اکنون یگانه آرزوی من جزای آن ماری را که عائله امان را پریشان کرده بود دادن است. در طول این سالها نه جسدی او را یافتم و نه ایزش را. کنار گویا به زیر زمین فرو رفته بود. اکنون چی کار میکنه؟ رفتم میاری. من کاردار نیستم، تو پروزا. من نمیروم، بگذار تو پامونجا ایستا. هیچ کس نگفته است، توپی من است. زود رفته بیار، نباشد روزت را ببینی. هر بیا همراه رفته میاره. هیچ کس نگفته است، آن حولی جین داره. زود را با تو را گفتم، نمیفهمی. زود میگریزم، هیچ چیز نمیشود.
گفتم میروم از هیچ چیز نمیترسم. اگر یک بار دیگر با بخته بروی شب به خوابت در اومده گوشت رو میبرم، فهمیدی؟ چیکار کردی ها؟ چیکار کردی؟ کن دشاد اینجا دشاد. مادر جان انجینا چی زند؟ مادر جان، حجره نوتان به شما معقول شد؟ از تیرزه بیرون رو تماشا میکنید، سیخ نمیشوید. همش با کمک اپای افسون است. این طرف نگویم مینا جون. مادر جان بینید، اپای افسون برای شما لباسهای نو خریدند. اون ملائکه ماست. پدر، مادر مثل پیشتر از زیبایند، همین دور نه؟ بله. امینه اگر کار تمام شده باشد ببرم برای خالای افسونت با تو گپ دارد. حاضر گویم. بله وقتش رسید. امینه جون، یک دقیقه میبرویم. مایلش خواهید میبرویم. درباره چی صحبت میکنیم اپای افسون؟ درباره آینده هم، درباره آن روزهایی که همراه زندگی میکنیم. همراه گفتید؟ بله جانکم، من، تو و پدرت. البته اگر تو خواهی. چی طور گفتنم رو نمیدونم. حالا که پیشتر چند مراتب از تو جدا میشوم گفته بودم. باری همچنین ناراحت نبودم، چون که دلم نمیخواست، ولی زبانم میگفت. اگر برای صحت شدنت امید می بود انتظار می شدم، اما نیست آخر. دکترها 6 سال گفته بودن اما تو صحت نشدی فریده. همینطور یاسین و امینه را هم محکوم می سازیم. باید آنها حیات خود را آغاز کنند، ما باید از نو آغاز کنیم. من مثل تو نیستم فریده، مثل تو با قوت نیستم، خودم تنها نمیتوانم. افسون خیلی زنی خوب است، عیناً مثل تو است. زنی پاک و با وجدان است. اگر او را میشناختی دوستش می‌داشتی.
من هم او را دوست داشتم. بعد از چندین سال باری اول دلم به کسی مایل شد. مرا از خوشبختی محروم نساز. این برای هممون خوب است. مرا ببخش. sana
mazide gizli Kırılmışım sana ben, olmaz bakışların. Sararıp oldum sensizliğe, ben her gece ağlarım. Geldi, geçti ömrüm benim, yalancı bir bahardı. Rüzgarlara söyledim seni, bir buruk aşk masalı. Geldi, geçti ömrüm benim, yalancı bir bahardı. Rüzgarlara söyledim seni, bir buruk aşk masalı. تو چیکار میکنی بچه؟ یکان جایی رفتن داری؟ و کجا میروی؟ دارم. خیر، به هر حال این رقم تلفن رو بگیر. این رقم تلفنی کیست؟ از جناب قهرمان است. او تو را صاحبی میکند. نه، من پدر دارم. او مرا صاحبی میکند. وقتی به اینجا آمدی پدر در کجا بود؟ حاضر من تو را. یاسین، آماده شدی؟ من سالهاست که آماده ام اکا. رفیقان، به شما آزادی میخواهم. تشکر. یاسین، این فرصتت را از دست نده. تو از دیگران فرق میکنی. بخوان دوستم، انسان خوب شو. اگر به راه راست روی، موفق میگردی. خاطر نشوید که حکمت. از این پس من تنها نیستم. بینید پدرم تمام ادوکات‌ها رو به سرم آورد، مرا از اینجا برآورد. مگر من پس از این همه حادثه ها سری پدرم را خم میکنم؟ آفرین دوستم، آفرین. همیشه جوان مرد بمان. تشکر که حکمت. خدا از شما راضی باشد. پدر جان، چی حال داری پسرم؟ خوش آمدی. خداوند دیگر این جایها را نشان ندهد. آمین پدر جان. شما همراهی ما باشید، ما اصلا خور نمیشویم. کنی بیا، با ماشین گذار پسرم. کنی. این ماشینی کیست پدر؟ یا راننده شده کار میکنید؟ با ماشین سوار شو، بفهمانم. اکنون همش دیگر می شود پدر. به دانشگاه داخل میشم، خدا خواهد صاحب دیپلم میگردم. آرزوی بد را فراموش کن پسرم. اکنون حیات نو را آغاز میکنی. در دوام تحصیل باز کار میکنم پدر جان. چه خیال کار؟ تو باید بخوانی پسرم. تو را با بهترین دانشگاه داخل میکنم. تو هیچ پروا نکن پسرم. مانید پدر جان، دانشگاهی بهترین کجا و ما کجا. ما را به نزد درش نزدیک شدن هم نمیماند. تو همین خیلی فکر کردنی. حالا روزای خوب در پیش است. مگر کمی پیشتر نگفتی که همش خوب میشود؟ باور کن، همش خوب میشود. تنها مادرم رو هم همراه همون نگرفتیم. دیگر چیزی نمیخواستم. یاسین، میدونی مادرت باید طبابت بگیرد. طبیبی مادرم ماییم. از همه بهتر ما او را نگاهبینی میکنیم. آیا او ما را نگاهبینی نکرده بود؟ شما را چی؟ شب و روز از بالای سرتان دور نمیرفت. برای او تنها نفس کشیدن شما کفایه بود. همیشه با امید در برتون می نشست. پدر با دقت باشید، ماشین برام. خوب هستید پدر؟ خوبم پسرم، کمی فکرم پریشان شد. خیریت که ماشین رو نزدید، وگرنه باز به بلای رئیستون گرفتار می شدید. امروزه که می آیند.
اصلا باید او را یک چند وقت دیگر نگاه دارند، اما ادوکت اپای افسون او را نجات داد. یاسین هم همراه ما زندگی میکند. یک هفته بعد حجره او را آماده میکنیم. اپای افسون میترسند که یاسین او را قبول نمیکند. اصلا من هم خواطرم. خیر، اپای افسون زنی خوب است، اما مادر ما نیست. پدرم او را نمیگرفت. کاش همش خوب شود. کاش شما هم شفا یابید. شاید آن وقت پدرم از او دست میکشد. باز هممون یک جای شده اویلمان را برقرار میکنیم. این غیر امکان است. من میدانم اما این آرزوی من است. مادر جان، من باید روم. حالا اکم در راه است. مادر جان، بیاید من شما رو به حجرهتون برم. مادر جان، رفتیم. من باز می آیم ایش، اما این دفعه همراه یکم. مگر انسان دوستی دیرینش را همین طور پیشواز میگیرد پینار؟ دوست بوده است. آورده مرا پرتوفته رفتی. باره هم فکر نکردی من در اینجا چی میخورم، چی کار میکنم؟ یک به احوالم نگر، از مردن هم بدتر شدم. شکر کن که در کوچه نمانده پینار. هیچ نباشد سرپناهی داری. با شرافتی من. میدونی با شرافتی تو چی ها رخ داد؟ انا با شرافتی تو همین رخ داد. خوب نگاه کن، با کار کردت خوب نگاه کن. اگر اون بمب را در وقتش میترکاندی این بلا به سرم نمی اومد. گوش کن پینار جان. یکم، کسی که خودش افتید نباید گریه نکن. دویم، تو با پای خودت به نزد من آمدی. من تنها گفته های تو را اجرا کردم. بمب گفتی آماده کردم. سیم، همه اینها را رایگان کردم. رایگان؟ البته رایگان کردم. کنی به یاد بیار من به تو چی گفته بودم؟ یک روز حسابمون را برابر میکنیم گفته بودم. همان روز رسید. مرغ اقبال به سر شرف نشسته است. البته باید شخص پرهای این مرغ را یک تا بکنه. جین زن بخیر از من دیگر با کسی چیزی نشد. همه زندگیش رو مثل پیشتر دوام میدهد. تنها من در این 4 دیوار موندم. کاش مرا نجات نمیدادی، من میمردم. چرا این طور میگویی پینار؟ اما وقتی که کارهایمون قرار گیرن خیریت مرا نجات دادی میگویی. عقلت را کافم. مرا فهمیدی؟ اول همین نقابت را پوش از برای خدا.
اینجا کجاست پدر؟ خانه رئیس شما؟ ماشین رو میسپاریم ها؟ اکا امینه؟ اکا خواهر جان اکا جان زود باشه پسرم خوش آمدی پسرم. بیبی جان خوش آمدی پسرم. به خونه‌ات خوش آمدی پسرم. خونم؟ خوش آمدی یاسین. من افسون. سلام. پدر این خانم کیستن؟ پسرم من با افسون. خاموش دوامش رو نگویید پدر. نباید این طور شده باشد. ایست پسرم، من پدرت گپش رو تمام کنم. چی ها میگوید بیبی جان؟ اکا التماس به من گوش کن. اپای افسون رو در یادم داری؟ در خورجی مرا از یتیم خانه گرفتم. یاد داری؟ این خانم افسون تو را تنها نه تمامی اویل امان رو گرفته است. من چی به عقلم؟ این خانه، این ماشین همش از آن اوست نه؟ شما خودتان را فروختید. اینطور نگویید. من و افسون یکدیگرمان را دوست می‌داریم. دوست می‌دارید؟ خیر مادرم رو چی؟ دیگر مادرم رو دوست نمی‌دارید؟ مهر تو همین قدر بود؟ جای او الهیده است. او مادر شماست. برای همین او را در بیمارخانه محکم کردید. برای براحت زیستن؟ تو نمی‌فهمی او قاتل عمکت است. مادر بگذار یاسین حقیقت را داند. همش را میگویم. او خانه‌مان را ویران کرد. حق ندارید که درباره مادرم چنین همه را گپ زنید. پریشان کرد. یاسین گوش کن. بیا اول کمی آروم شو، بعد گپ میزنیم. منش تو خودت کیستی ها؟ از کجا پیدا شدی؟ چرا من باید با تو گپ کنم؟ خودت را دان. تو با کمک افسون با آزادی برآمدی. اگر از وقتی او نمیشد تو اینجا نبودی. کاش که نمیشد. بهترش در حبس میماندم. کاش شما بیدار نمیشدید. کاش به جای عمکم شما میمردید. یاسین بس. بیا امینه میرویم. ایشتا با کجا میروی؟ این خانه ایمان نیست. این زن باشد مادر ایمان نیست. از این پس شما هم پدر ایمان نیستید. اکا ایست نرا. روسرده تو هم امینه. اکا مرو ببخش. من این تب شدنش رو نمیخواستم، اما پدرم رو ترک کردن نمیتوانم. اپای افسون همزنی خوب است. خدا جزای همه تو رو دید. کجا میروی؟ اکنون جای من آنجاست، در کوچه ها. تو اهمیت ندید. هیچ نشم. پدر یاسین را نگاه داره. نگذارید که رود. او انتخابش را کرده سرم. شما همین خوبتون رو کردید پدر. اکنون من چیکار کنم؟ دهانت رو بکشید مادر جان. همش میگذرد مادر جان. من شما رو هیچگاه ترک نمی کنم. همیشه همراه شما خواهم بود. من با شما کمک میکنم.
برایتان هر چی از دستم آید میکنم. به شما وعده میدیم مادر. الو، من یاسین. مسعود به شما سلام فرستاد. او گفت که بعد از برآمدن زنگ زنم. همه کارها را برباد داد. تو باید مرا گوش میکردی. همسرم مرد میگفتی. افسون هیچگاه خبردار نمیشد. این کارو چطور میکردم مادر؟ اونو چطور در چنین احوال ترک میکردم؟ من چطور دادر و پدرت را به گور گذاشتم؟ با گناهی کی؟ باز دلم با او بیسوزد. خیزت من خیز. در اینجا خودت رو خوردن نشی. خیز. همسر چند ساعت باز خودش رو در حجرش محکم کرده است. بارویش چخل نگاه کنم. مگر نشنیدید یاسین با افسون چیهایی که نگفت؟ هیچ گپ نی. بخشش پرس. از نام پسرم بخشش میپرسم بگو. آخر او جوان است. اهمیت نده بگو. خیر دلش رو یاب. کنی خیز. زودتر. دلم گواهی میدهد که افسون از نکاح دست میکشد. آف یاسین، آه یاسین، هم خودت و هم ما را سوزانده. افسون، در رو تختق کردم اما نشنیدم. رنجیدی؟ نه جانم، چرا رنجم؟ از تو بخشش میپرسم. من حق ندارم تو را با این مشکلی های خودم ناراحت کنم. کاش در راهمش را با یاسین نقل میکردم. تو را یک بار در نزد ما دیدم. هیچ چیز تغییر نمیافت. خودت رو سرزنش نکن. یاسین حق است. کدام فرزند به جای مادرش زن دیگری رو قبول میکند؟ اما اگر تو را شناسد، به فکر ما نباید سر و سیمه شویم. تو چی گفتن میخوایی؟ هیچ چیز از خوشبختی فرزند دیده بالاتر نیست. اگر خواهی نکاح رو به یگان وقت دیگر گذرانیم.
آمد به سرم از اون چی میترسیده. اینطور نمیشود. افسون تو مرا کشتن میخواهی. از این پس آیا میتوانم به تو نفس بگیرم؟ بعدی تو را شناختنم خودم را بهتر حس میکنم. تو مرا افسون کردی. وقتی که تو با من دیگر چیزی به من لازم نیست. همه به این چیز عادت میکنم. باید عادت کنم. من هم برای خوشبخت شدن حق دارم. دوست داشتن، دوست داشته بودن. من به دوستداری تو احتیاج دارم افسون. از این پس من به تو زندگی کردن نمیتوانم. خدایا صد شکر. همش به خوبی انجام داد. یکدیگر رو دوست دارم. شکر که آشتی کردن. تو چرا غمگینی؟ چی رقص کنم؟ طرز گپ زنیش رو بینه. کم اومد گفته خودش را گرفته است. کور نمک. زنی بیچاره تو را خورانده است، کلان کرده است. میدونم بیبی، از امی ندارم. خیر، بچه؟ وای، شرط بود که برای چیزهای دادش پدرم رو بگیرد. مگر با زوری گرفت؟ ها؟ مگر برای پدرت یک نظر نکردی؟ از خرسندی چشمانش می درخشد. مگر مادرت به شرف همسر بود؟ همیشه در بدر می گشت. مگر اون روزها رو فراموش کردی؟ ها؟ حالا کسی زیق نشود. همه به نتیجه عملهایش رسید. ها. کنی زود چهرت رو کشو. زود. من کمی خرسندی کنیم. کنیگار گوی بیاید. بیا به اینجا گذر. ما آدم نمیخوریم. چند ساله ای؟ 17. 17؟ ولی بعد از 2 ماه 18 ساله می شدم. از دست چی کار می آید؟ پیشتر با طاهر کار کرده بودم. طاهر؟ پسرم، طاهر با کارهای میده چویده مشغول است. ما به این خیل کارها دست نمیدنیم. کارهای ما خیلی بزرگه. پس به جای درست آمدم. من هم در پی کارهای بزرگم. از این خیل زندگی دلگیر شده. اوه، اینقدر زود دلگیر شده ای. او را برده جایهایمون را نشان ده. در خصوصی کارهایمون کمی معلومات دهد. با کجایی گویید می روم. هرچی فرمایید اجرا می کنم. ولی تنها یک شرط دارم. این رو بینه باز شرط داشته است. چه شرط بوده است؟ مادرم بیماری وزین است. او را صحت کردن لازم. مگر من به تو دکتر هستم؟ مادرت را گرفته به نزد دکتر رو. به همین هم در بیمارخانه است. اما هیچ صحت نمی شود. این طور باشد دعا کن پسرم. خدا. حتی دعا هم فایده ندارد. سالهاست دعا میکنم ولی نتیجه نیست. مالش برا. همراهی آنها را بعد میبینیم. او را بره. خیر جنابان، نوبته که من چند مرتبه گفتم دیگر با فریده و شرف کاری ندارم. من این موضوع را محکم کردم. نمیفهمی؟ جانم را نجات دادم. میخواهم یک بار خودت را ببین. با این احوال چی زندگی کنی چی نه؟ من به تو فرصت میدهم. حیاتت را تغییر میدهی. خیر میلش. با کجا میرویم؟ به نزد دوزنده.
خوش آمدید. این خانم کیست؟ روی پاره شده. من از عهده این کار برآمده نمیتوانم. هر کسی پاره کرده باشد پس خودش بدوزد. تو میدوزی؟ نمیتوانم. احوالم را نمیبینی؟ نشنیدی؟ نمیتوانم گفت. خیز رفتیم. میتواند. اگر خواهید تو را جراحی کند کارد رو گرفته روی تو را پاره کند. به این کار تو احتیاج داری. این کار رو تو اجرا میکنی. حق خدمتت را بر زیاد میدیم. میسنجم، اما چی نتیجه میشود نمیدانم. نمیسنجی، اجرا میکنی. سیمای او را به پرگی عوض میکنی. عیناً همین سیما را باید در چهره او ببینم. خانم دکتر، مادری من صحت می شود؟ مادرتان حالا هم در همان لحظه های ترکیش قرار دارد. او نمیخواهد با حقیقت روبرو شود. برای همین دنیا را برایش بسته است. در دنیای او پدر، مادر و خسرش حالا هم زنده اند. او خودش این را میخواهد. او را از این حالت برآوردن خیلی مشکل می شود. شما یگان کار کرده می توانید؟ ورقه طبیش را دیدم. از تمام داروهای ضروری استفاده کرده است. اختصاص من گیپنوز است. یک بار این را هم میسنجیم. اگر کمک کند شاید که مادرتان صحت شود. پس هر چی لازم است زودتر اجرا کنید. این طبابت نتیجهش را دیر نشان میدهد.
شاید 1 ماه، شاید 1 سال. برای همین باید او را به بیمارخانه که من در آن کار میکنم خوابانیم. چنانی که گفتم طبابتش میتواند زیاد طول کشد و مبلغ زیاد نیز لازم میشود. مبلغش مهم نیست. شما مقدارش رو بگید به من. این سگ بچه بطالیه بوده است. نپرس. با عملیاتی مخصوص دکتر آوردن. آخر ما چند سال باز در اینجا خربری خدمت میکنیم. این حریف دیروز آمده بود. دیروز آمد؟ به سرطان خوجایی شد. اها. نه جناب، ما اینطور گفتنی نبوده. دمت را گیر. خاموش. کسانی مثل یاسین سردار می شوند، اما آدمانی مثل شما باشد سگی پسی درم می شود. می دانید برای چی؟ او جوانی صادق است، او جوان قدردان است. او برای یک بردنان تیار است 40 سال برایم غلامی کند. شما چی؟ در یک کنج نشسته غیبت میکنید و خلاص. انا بین زبانش رو از بیخش کندم، حالا هم صادق است. صادق. البته او سردار می شود. شما چی خیلی انسانید؟ گم شود، چشمم شما را نبیند. برای من شما بر این کارگر لازم نیست. گون آنها را دفع کن. چی خیل؟ پوستای زرگر تازه‌اش کرد. گویا نو خریده باشند. مادر شما این را از چشم خودتان پنهان میکردید. حتی به فریده هم ندادید. فریده دست پا را چی میداند؟ برای او گوشوار خریدم، آن را گم کرد. مگر افسون همین خیل است؟ افسون قدر همه چیز را میداند. تو را بالای سر برداشته است، بالای سر. پدر، اکم مادرم را از بیمارخانه میبرآورده است. این بچه چی کار میکند؟ شرف ایست. آروم شو. کمی صبر کن. همراه رفته با او از نزدیک صحبت میکنیم. میلش؟ غرورش زیاد شده است. چطور مادرش را نگاه و بین میکند؟ زود رفته با او گپ زن. باز ما را در نزد همه شرمنده نکند. او بسیار از خود رفته است. حاضر رفته دست و پایش را میشکند. بعد میفهمد که به پدر چه زید میبرایم. شرف صبر کن. با یک طور موی یاسین ضرر نرسان، وگرنه تو رو اصلا نمیبخشم. من هم با تو میروم. اصلا لازم نیست. گفتم که شرف، من هم میروم. من در ماشین انتظار میشم. من هم میروم. هیچ از این بلای بد خلاص نشدیم. یک پسرم موند. او حیات پسرم رو هم بیرون کردن میخواهد. مرگ بر